سلام دوستان، امیدوارم که سالم و تندرست و سرحال باشید. با یکی دیگه از سوالات پرتکرار CCNA در خدمتتون هستم و همینطور که از ظاهر این سوال مشخصه، این سوال در رابطه با پروتکل های راوتینگ هستش و کاستاش و اینکه چجوری مچ میکنه یک دستینیشن نتورک رو با این راوتینگ تیبل. حالا یک گریز مختصری میزنم به اصول راوتر و راوتینگ. راوتر چیه؟ راوتر که خب یک نوع کامپیوتری هست، سینگل پرپز هست و فقط برای نتورکینگ استفاده میشه. یعنی چه؟ نتورکینگ چه کار خاصی انجام میده؟ نتورکینگ پکت هایی رو دریافت میکنه راوتر و بافر میکنه و بر اساس راوتینگ تیبلش، راوتینگ تیبلی که الان شما میبینید که این البته الان کامل هم نیست، البته کامل نشون داده نشده ولی توی به حساب راوتر همین هست، ولی یه سری توضیحات بالاش داره که خب اختصارها رو نوشته و یه سری حاشیه‌های دیگه هم هست که خب این به حساب فقط همون راوتینگ تیبل هستش. و ما چطور میتونیم ببینیم؟ ما با دستور وقتی که دستور شاو آی پی راوت میزنیم توی مود انیبل به حساب اینو به ما نشون میده که خب این مختصرش هست و همون تیبلی هست که در حقیقت توی راوتر هست، ولی وقتی چیزی که به ما نشون میده یه سری چیزای اضافه هم داره. به هر حال سوال چی هست؟ سوال میگه which interface is used to send traffic to the destination network. میگه که خب بر اساس این چند تا خط راوتینگ که ما اینجا هست، تو فرض کنید این راوتینگ تیبل ما هست، کدومی که از اینها رو انتخاب میکنه برای نتورک 10 144 114 119 این نتورک با ماسک اسلش 29 کدومی که از اینها مچ میشه. خب باید به هر حال راوتر یکی از اینها رو انتخاب کنه و پکت های این شبکه رو یکی از اینترفیس ها چیکار کنه؟ ارسال کنه. کدومی که از اینها مچ خواهد شد. خب قبل از اون من در رابطه با راوتینگ پروتکل هم صحبت بکنم. ببینید پروتکل خب یعنی یک قاعده، یک اصول، یه چیزی که من دارم صحبت میکنم با شما طبق یه قواعد به حساب چیزی قواعدی که حالا از بچگی تا حالا توی ذهن من مونده دارم با شما صحبت میکنم. اگه من بیام قسمتی رو چینی صحبت کنم، ژاپنی صحبت کنم یا زبان‌های دیگه، یا اینکه این اصول رو مثلا فرض کن کلمات رو برعکس صحبت کنم، یا اصولی که به هر حال نانوشته هست و رعایت نکنم، خب شما متوجه نمیشید. پس این یک ارتباط به حساب ناقص هست. توی به حساب نتورک هم همینه، دو تا راوتر، 2 تا 5 تا 10 تا راوتر باید با یک قاعده مشخص شده‌ای با هم دیگه ارتباط داشته باشن و با هم صحبت کنن که ما بهش میگیم پروتکل. حالا این بسته ها یه سری پکت ها به راوتر رسیده. 3 حالت ممکنه که پیش بیاد. ممکنه که اون دستینیشن نتورک ما کانکتد باشه. یعنی اینجا الان فرض کنید یک راوت دیگه، یکی دیگه سطح دیگه اضافه شده، نوشته C یعنی کانکتد، یکی دیگه به حساب خط اینجا اضافه شده و C نوشته و این به حساب نتورک ما کانکتد شده به یکی، مثلا فرض کنید پورت فست 3 هست یا 0 مثلا فرض کنید 5 کانکتد شده. پس این میشه اولویت راوتر، یعنی کل پکت های مربوط به این نتورک، همین نتورک رو وقتی که کانکتد باشه روی اون ارسال میکنن و چیز خاصی نه راوتینگ میخواد، نه راوتر به حساب پروتکل میخواد، نه هیچ دیگه نمیخواد. مورد بعدی اینه که ما بیایم به صورت دستی نکس ها با براش مشخص کنیم. بگیم که خب شما اگه خواستید به
نتورک 1047 114 119 برسی میری به فلان هاب. این هم دستوری که ما بهش فورس میکنیم، دستوری که ما بهش میدیم، بهش میگن استاتیک راوت. و البته که میدونیم مثلا مشکلاتی میتونه تو شبکه به وجود بیاره وقتی که حالا نکس هاب ما یا لینکی که مربوط به اون نکس هاب هست دچار مشکل بشه و دیگه خب چون که استاتیک هست نمیره دنبال به حساب مسیرهای جایگزین و خیلی بعضا پیش میاد که شبکه دان میکنه. همین تقریبا میشه گفت اشتباه، چون که تو شبکه‌های بزرگ اصلا استفاده نمیشه مگر اینکه خیلی واقعا ناچار و به صورت به حساب پرمننت هم این کار انجام ندن. تمپرری یک استاتیک راوت می‌نویسن که حالا مشکلی که حالا فرض کنید حالا توی پروتکل به وجود اومده حل بشه و این استاتیک راوت رو برمی‌دارن. پس مورد دوم شد این که ما استاتیک راوت رو به صورت دسته خودمون وارد کنیم. مورد بعدی استفاده از پروتکل‌های داینامیک هست، یعنی داینامیک پروتکل راوتینگ. اینا هستش که بیشترین استفاده رو توی شبکه‌ها داره و ازشون دارن استفاده میکنن و خب به دو دسته تقسیم میشن: لینک استیت و دیستنس وکتور. لینک استیت خب اسمش مشخصه دیگه، استیت لینک براش مهمه که این لینک چقدر استیبل هست، چقدر ترافیک داره، چقدر بر اساس این میاد تصمیم گیری میکنه و اولویت بندی میکنه. و OSPF هم با IS دو تا پروتکل مشهور این دسته است. دسته بعدیش دیستنس وکتور هست، میاد بر اساس دیستنس به حساب این راوتینگ رو انجام میده. مثلا فرض کنید ما یک دستینیشن نتورکی داریم که از 5 تا به حساب لینک عبور میکنه، میتونه از یه مسیر دیگه عبور کنه، از 10 تا وکتور، حالا ما میگیم لینک، وکتور تعریف میکنن، 10 تا وکتور عبور کرده. قاعدتا میاد اون 5 تا وکتور رو سری انتخاب میکنه و فورواردینگ رو اون مسیر انجام. خب پروتکل های مشهورش هم ریپ هست، ورژن 1 و 2، ERGRP هست و BGP. که همین داخل پرانتز عرض کنم که ERGRP راوتر حساب پروتکل راوتینگ پروتکل مخصوص سیسکو هستش. خیلی پروتکل قوی و خوبی هست، ولی به خاطری که مال یک برندی هست حالا به اندازه OSPF جا افتاده نیست و استفاده نشد. خب حالا برمیگردیم. پس راوتر یک کامپیوتری شد که بر اساس این راوتینگ تیبل ما تصمیم گیری میکنه که اون پکیت هایی رو که دریافت کرده کجا فوروارد کنه، تو این مسیر فوروارد کنه یا مسیرهای بعدی. حالا این سوال هم همین میگه این راوتر کدوم انتخاب میکنه. ببینید این که خب توضیح دادم چی هستش. این آر به حساب نشون میده که این از طریق پروتکل ریپ توی مسیر هست. این هم دی باید ای باشه به نظر من که الان من خیلی چیز نیستم، ولی ERGRP تو این مسیر به حساب ران شده و دی یعنی که ERGRP. اگر که او بود اینجا فرض کنید جای دی او بود یعنی که OSPF هست. اگر که اس بود یعنی که استاتیک هست. اگر که ال بود لوکال هست. اگر سی بود یعنی کانکتد. حالا اگر دوستان به حساب به عنوان تستی فرق بین کانکتد و لوکال رو به حساب توی کامنت ها برام بفرستن، چه فرقی میکنه یه نتورک یا اینجا سی باشه یا همون کانکتد باشه یا لوکال باشه، چه فرقی با هم داره. به هر حال بر اساس این حروفی که اینجا میاد مشخص میکنه که چه پروتکلی توی مسیر ران شده. پس اینجا الان توی این دوتا مسیر ERGRP ران شده و این دوتا هم ریپ. حالا موضوع بعدی این عددها هست. این عددها کاست رو نشون میده. کاست یا همون حالا ما میگیم قیمت دیگه، یعنی هزینه دیگه. کاست یعنی هزینه. این واقعا هزینه. یعنی فرض کنیم که این 120 هست، شما برای یک جنس واحد اینجا در 120 تومن پول میدی، اینجا 90 تومن پول میدی، همون جنس واحد. خب راوتر نمیاد 120 تومن انتخاب کنه، میاد 90 رو انتخاب کنه.
پس با این به حساب قاعده این دوتا مسیر حذف میشه برای این دستینیشن. حالا به این دوتا با چیکار بکنه، کدوم انتخاب کنه؟ میرسه به عدد بعدی. عدد بعدی این 64 51 هست و اینجا 52 201. چی هست این دوتا؟ اینها تعداد راوترهای مسیر نشون میده. یعنی که این پکت ما بخواد برسه به این دستینیشن نتورک باید 6451 به حساب نود رو ازش عبور کنه، یا اگر این انتخاب کنه باید 52201 نود به حساب عبور کنه. خب مسلما این که میاد اینو انتخاب میکنه و بنابراین جواب صحیح این سوال میشه همون فست 02. پس پکت ها رو از این طریق فوروارد میکنه و از این طریق عبور داده میشه. امیدوارم که این موضوع مفید باشه. البته میدونیم که بحث‌های راوتینگ خیلی بحث‌های مفصل جامعی هست و با این 10 دقیقه‌ای که من طبق تجربه‌ای که داشتم تایم 10 دقیقه بهترین تایم هست، هم برای یاد گرفتن هم برای به حساب اینترنتی که ما داریم قطع و وصل میشه و مشکلاتی به وجود میاد، حال و حوصله دوستان. من چیزی که به دستم اومده دیدم که اگر کلیپ ها 10 دقیقه‌ای باشه به حال مفید داره. اینو می‌خواستم عرض کنم که تو 10 دقیقه نمیشه بحث راوتینگ رو جمعش کرد. حالا بحث‌های مفصل‌تر ان شاءالله در کلیپ‌های بعدی. ان شاءالله که موفق باشید.